سلام رفقا، چطورید؟ من هستم خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز قراره که بریم دوربین مخفی شکور رو ببینیم. اگر نمیشناسید تا چند دقیقه دیگه متوجه میشید، ولی قبلش بذار بهتون یادآوری کنم که حتما دکمه لایک رو بزنید، حتما کامنت بذارید و اگر چنل سابسکرایب نکردید حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگولم بزن. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ادامه ویدیو. برو بریم. بابا دیگه این یارو سن و سال داره. که برو بر چرا چوب در بودی؟ هایا برو 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 باتیا. خوب یه بار دیگه چون که چی گفت؟ درسته دوربین مخفیه دیگه، سراغ اینا نرید، بنده خدا اعصاب ندارن دیگه. هیچکی دیگه اعصاب نداره. دیگه جانم. هایا یکی بیاد بگه آه میگه اشتباه گرفت. نورمالی؟ ببین شانس بیار بلند نشی یارو چکی پیش نکنه تو، چکیت نکنه اصلا نابود نشی. خیلی جرأت داری تو، خیلی. البته اینم بگم این چالش، این چالش، این نوع پرنک جدید نیست، این توی پرنک های خارجی هم هستش و اینکه اونا عادت دارن دیگه. با اینکه اونا عادت دارن اعصاب ندارن، یعنی این طرفو نابود میکنن. بنده خودم که امیدوارم هیچ بلایی سرش نیاد. هر کی زحمت داره میکشه این کارو داره انجام میده، خیلی جرأت میخواد، خیلی چیز میخواد انجام بده این کارو. تو فروشگاه در آقا احتمال داره ساختگی باشه ولی حرکتش باحال بود. اوه این فکر کنم خیلی سم باشه. داره تو دست که تو سبدش داره وصلش رو برمیداره میره سبد خودش. حالا یه دونه میزنه بلند نشه از سر جات. نکن دست نزن. بابا دن سرویس، خیلی جرأت داری. خیلی جرأت داری. خودش هم داره میذاره تو سبد. فکر کن داره تو فروشگاه میری، خب یه دفعه بیاد سبدتو خالی کنه. اون موقع میخوام ببینم عکس عملتون چجوریه. یارو میزنه شتک میکنه. یعنی اینجوری با مثل میخندین دیگه. با این اوضاع دیگه همه میدونن که دوربین مخفیه. یعنی واقعا طرف میخواد چیکار کنه تو سبد بقیه. اوه اینا دیگه 2 نفرن. لعنتی. هایا یعنی اینقدر پرروی طرف معذب میشه، بلند میشه میره اصلا کلا. بابا 2 نفر بودیم میزنین چک و بیچش میکنی. بابا 2 نفر بودیم میزنین چک و صورتشو میآورین پایین. آدمای خوبی بودن در رفتن، چه آدمای خوبی بودن رفتن اصلا کلا. دستمالی حوله چیزی بود. اومد بالا بیام. باش بابا میدونی دستشویی کجاست؟ اوه اینا هم اعصاب ندارن. دستشویی کجاست؟ شما میدونی دستشویی کجاست؟ دستشویی میخوام.
پیرمرده بهش گفت دستشویی نرسه. سلام داداش، خوبی؟ خسته نباشی. وقت داری برای اصلاح؟ آره موها تو بخواه بزنی؟ والا نه، اومدن یه سری موهای زایدمو برام بزنی. موها صورت تو یعنی؟ نه، موهای زاید بدنمو. یعنی چی بدن تو؟ آره دیگه، زاید بدنمو. پایین رو؟ آره. پایین که نمیزنی یعنی چی؟ یعنی شکم تو داری میگی؟ موهای زاید بابا بفهم. اصلا هیچ جوره راه نداره. کجا رو میزنی؟ مو کارم میزنی مو کارم میزنی چی؟ موهای کله رو کارم میزنی، موی جای دیگر نمیزنی تو نباشی. همبرگر هم داری؟ آره. گوشت سگه؟ اوه این هم چیه میزنی شما؟ جان؟ این هم چیه میزنی شما؟ نه همبرگر گوشت سگ داریم؟ گوشت چیه؟ داری مردم دارن غذا میخورن ولی این حرف زشت میزنی؟ حرف چی؟ سوال پرسیدم. این چی میگی گوشت سگه؟ یعنی چی؟ گوشت شتر چی؟ شنیدم خیلی خوشمزه است گوشت شتر. نیستش؟ احترام سفره مردم رو داشته باشن غذا میخورن. مردم که دارن غذا میخورن، کاری ندارن. نداری؟ بذار حرفمون بزنم دیگه. خب من گوشت سگ میخوام. اوه یزیدتون ندارید واقعا؟ خیلی وضعت خرابه. سلام. خسته واقعا یعنی واقعا خیلی جرأت میخواد، خیلی دوستم اینجوری ویدیو بگیرم، به خاطر شما میگیرم، به خاطر شما میگیرم. ولی باید طالب باشین، ولی باید حتما ویو بخوره. ببین من برم تو خیابون چه این حرکتی بزنم، برم تو مغازه چه این حرکتی بزنم، کتکه رو بخورم، حرفو بخورم، بازدید نخوره، من میدونم شما باید بازدید بخوره. اگر بازدید خورد، اگه بهم قول بدین حمایت کنین بازدید بخوره ویدیو، من چنین ویدیوهایی میگیرم. پس تو کامنت حتما بنویسید. البته خیلی جرأت میخواد دیگه، چیکار کنیم دیگه، به خاطر شما دیگه یه چکو میخوریم، یه مشتم که میخوریم. انقدر دوستتون دارم. رفیق سلام. من الان میخوام اینو برم پایین به سمت میدون تجریش، اونجا تاکسی داره. صدا تو بیار پایین اول. خب الان چقدر راه از اینجا بخوام تا برسم به اونجا پیاده؟ صدا تو بیار پایین. وای بیار پایین صدا تو. مرسی. میشه بگیم ما ادرس بلد نیست این مشکلی دارم، میشه یه لحظه گوشتو بیاری بگم این مشکلمو؟ آه بکشه. پدر منو ندیدی؟ پدرم کجاست؟ بریم بگردیم دنبالش بریم. بگرد جیباتون رو بگرد رفیق سلام. اونم کم داره میگه بگردین جیباتون رو بگردین. دستمال تو بازاره. دستمال آه چی شده؟ Oh my god. بسیاری؟ دیدی؟ دیدی؟ اویا یعنی خیلی شانس داری تو. من اگه بودم کتکه رو خورده ببخشید خانم سلام، خسته نباشید. من میخوام برم از اینجا میدون تجریش، بچه اینجا نیستم، چجوری باید برم؟ قیافم شبیه خانوم هست میگی ببخشید خانوم. اوه شرمنده. اوه چرا من به این دقت نکرده بودم؟ اولش میاد میگی ببخشید خانم، یه بار دیگه ببخشید خانم سلام، خسته نباشید. من میخوام برم از اینجا میدون تجریش، بچه اینجا نیستم، یارو. چجوری باید برم؟ قیافم شبیه خانوم هست میگی ببخشید خانوم.
شرمنده خانم، من معذرت میخوام برم میدون تجریش چجوری فهمیدی چی دارم. گفتم؟ داری به من میگی خانوم، من کجا میشه به خانوم هست؟ من معذرت میخوام خانم برم. پدر منو ندیدین؟ او بزنینش. این لعنتی شانس داره. همین چی راست پا میشه یارو اسکل میکنه، یک کسی هم کارش نره. چی میکنی؟ برو دیگه. چرا ماسکم نداری؟ بیا با ماسک خویم میکشه واسه برو. مردم دیگه اعصاب ندارن. ببین وقتی طرف میاد چین پلنکی میزنه، چه حرکتی میزنه، بقیه عکسامه نشون میدن، حالا شانس آوردین دنبالش نمیکنن، یارو نمیزنن، کودکایی نمیکنن، بزنن هم چیز ازش نمیمونه. آخرش به حساب اینکه طرف یه خورده مشکل مغزی داره، یه خورده اینجور داستانا داره، فکر میکنم آره بذار بهش چیزی نگیم بهتره. واقعا انقدر شرایط جوری شده که به همه فشار اومده و اینکه حوصله هیچ چیزی ندارن. خیلی ممنون. برق رفت. از اون تایمی که برق رفته ساعت 10:30 بوده، اینجا تو رکورد OBS هست، یعنی ساعت 10:30 برق رفته، الان 5:44 است. دارم ادامهشو میگیرم. 10:30 صبح بره 6 غروب بیاد برق. با چه مشکلات دارم اینجا کانتنت ضبط میکنم، ویدیو میگیرم، آپلود میکنم، ادیت میکنم، اون وقت به چند تا بازدید بخوره. نمیدونم، حمایت کنید. خب الو 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 علی الو یه جوراب میخوام که داداش کش بیاد قشنگ. آها همین عالیه. یه کیسم یه تست دست بکنم ببخش. میگه شروع سرش الان. موزه پشت نخواهی پیگم. نه پدر منو ندیدین این مرو؟ سلام خسته نباشید. والا من هفته دیگه عروسیمه، یه کت شلوار میخوام واسه شوهرم. چی داری برای شوهرم داداش بگیرم؟ بستگی داره، ما بیشتر کارامون شرکتیه. ببین ما از این کار داریم. خب شیله خب شلوار و کت اصلا طرف میدونی آقامون یکم درشت مرشته و فکر کنم اینا تنگش باشه. طرف فکر کنم قربونش برم من. از 56 بزرگتر ندارم. بعد قد و وزنشو من بگیرم چه سایزه. بعد 50 چند میشه؟ 50 صدا تو بیار پایین. صدا تو کامل بیار پایین. ندارم کار واسه. هیچی نداری؟ نه متاسفم. اصلا؟ دیوونه ای؟ ات نمیخوره دیوونه باشه. مشکله ها، این چیز بدی نیست، بیماریه. ببین کجا کتکه رو بخوری، ببین کجا. این از این یاره. آیا اینا دیگه فهمیدن. آیا قیافشون چه نگاه میکنه. یا
رفیق خب سلام حاجی من میخوام میخوام ببین این آه شبیه شام چی داریم؟ شام چی داریم؟ شام نمیریم من که نمیکنم داشت یواش داداش ماسکو بده من فکر کنم پیپیم ریخت بعد الان من باید چه کاری بکنم که این قضیه واسم مشکل ساز نشه چی کار کنم؟ سرویس پیداش سر یه جایی پیدا کنه که خرابتر از این نشه یه جایی پیدا کنه نگاه کن اوه مشخص نیست همینطوری ادامه بده تا چی؟ ادامه بده تا این سرویس پیداش چیزی پیدا کنه باشه فقط یه چیزی قبل اینکه بری این گوشتو یه لحظه در میاری بیا رفیق سلام معذرت سلام خسته نباشید والا من یه پرفیوم میخوام با رایحه لاشه کفتار بیشرف ندارید؟ خب چیه پرفیوماتون چه بویی داره؟ ببخشید خانم سلام خسته نباشید من بچه اینجا نیستم راستش میخوام برم سمت تجریش چجوری باید برم؟ داشت تجریش باید بریم میدون باشی در مرک هستش دبی ارتا 505 ایش میخوره خیلی اسکل باشه داشت پیاده که خیلی سخته صدا شبیه صدای مرغه آره میخوام برم تجریش بگیر برو سر میدون اسکلو نگاه یه اتوبوس سوار شو قائم تجریش برو قشنگ تجریش عینکو قائم تجریش ببخشید خانم سلام خسته نباشید من بچه مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردی یادتون نره که حتما ویدیو لایک کنید کامنت بذارید و اگه چنل سابسکرایب نکردید چنل سابسکرایب کنید و اون زنگولم بزنید که هر موقع ویدیو میذارم واسهتون پیغامش بیاد. یادتون نره اگه دوست دارید که این چالش انجام بشه حتما تو کامنت بگید یادآوری کنید. تا ویدیو بعدی میبینمتون. پیس.